با سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی. بنده فربد هستم و خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه FX Certify. بنده مدتی بود که میخواستم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم صحبت کنم، اما خب یک چالشی که مطرح بود این بود که نمیدونستم برای ارائه بهتر میبایست چه مقدار عمیق در مورد این مسئله صحبت کنیم. خب در ابتدا قرار بود که این ویدیو بسیار طولانی و مفصل باشه، اما تصمیم گرفتم که خیلی مستقیم و با یک مقدمه کوتاه به نتیجه‌ای که قراره بهش برسیم پرداخته بشه و در ویدیوهای آتی در مورد مابقی مسئله شرح داده بشه. و عنوانی که برای این بحث انتخاب کردم اهمیت شناسایی نوسانات و رفتار نمادهای معاملاتی هستش. خب پیش از شروع باید بگم که اسپانسر این ویدیو پراپ فرم ترید برای زندگی هستش که دو آپشن بسیار مناسب برای تست و بررسی استراتژی خدمتتون ارائه میده. مورد اول چالش 2 مرحله $1000 هستش و مورد دوم پلن 5X مجموعه است که برای اولین بار معرفی شده که با کسب 10% سود میتونید 5 برابر مبلغ ثبت نام رو برداشت کنید. خب اما بریم سراغ شروع مبحث. من از شما میخوام که چند ثانیه ویدیو رو پاس کنید و این دو چارت کندلی رو با همدیگه مقایسه کنید. در ظاهر هر دو چارت کندلی بسیار معمولی هستند. احتمالاً هر دو چارت رو میتونید با روش خودتون تحلیل کنید. اما باید بگم که چارت سمت چپ یک چارت رندوم واک، نوسانات، جهت حرکت و مقدار حرکت کاملا رندومه و توسط کامپیوتر شبیه سازی شده و چارت یک دارایی و یا نماد معاملاتی نیستش. و اما چارت سمت راست چارت یورو به دلار هستش و کاملا دیتای چارت واقعی هستش. اما اون نمودارهای زیر چارت چیه؟ اونها نمودار نوسانات هر کندله. حالا یک بار دیگه نمودار نوسانات رو بیایم با همدیگه مقایسه کنیم. اگر خیلی دقت کنیم متوجه میشیم که در چارت یورو افزایش نوسانات و یا کاهش نوسانات به صورت گروهی و یا اصطلاحاً خوشه‌ای ظاهر میشه. در یک دوره نوسانات با هم افزایش پیدا میکنند و این افزایش نوسانات ادامه پیدا میکنه و یک جایی کاهش پیدا میکنه. اما در چارت رندوم واک اینجوری نیست. معمولا در تمامی دوره ها میانگین ثابته و مهمتر از همه کاهش و افزایش نوسانات ادامه دار نیستند. خب اما اصلا این موضوع چه اهمیتی داره؟ چرا باید بدونیم در بازارهای مالی نوسانات به صورت خوشه‌ای ظاهر میشن؟ اول اجازه بدید من به صورت خلاصه یک تاریخچه‌ای از این موضوع بگم، بعد بریم سراغ ادامه بحث. در سال 1900 جناب آقای باشلیه پایان نامه دکترای خودش رو با موضوع نظریه سفته بازی ارائه داد و این استدلال رو داشت که همه اطلاعات موجود در قیمت یک دارایی منعکس شده و قیمت دارایی‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند. این نظریه در اون دوره خیلی توجه جلب نکرد، اما سالیان بعد جزو پایه‌های نظریه بازار کارا یا افیشنت مارکت تئوری قرار گرفت. در دهه 60 میلادی جناب آقای ساموئلسون که برنده جایزه نوبل اقتصاد هم هستند، ایده آقای باشلیه رو توسعه دادند و یک پیوندی میان نظریه بازار کارا و رندوم واک برقرار کردند و مجددا بیان کردند که چون تمامی اطلاعات موجود در هر لحظه بر روی قیمت تاثیر میذاره، در نتیجه پیش بینی آینده بازار بر اساس دیتاهای پیشین و گذشته ممکن نیست و تغییرات قیمت کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینیه. در سال 1973 آقای مالکیل در کتاب مشهورشون به اسم پیاده روی تصادفی در وال استریت به زبان خیلی ساده این نظریه رو توضیح دادن که ایشون استدلال داشتن در بلند مدت استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نمیتونه بازدهی بهتری از بازار فراهم کنه. یعنی چی؟ یعنی فرضاً شما میتونید شاخص رو بخرید یا یک سبد شاخصی بدون نقص داشته باشید که تمامی نوسانات شاخص بورس رو داره. شما $100 بر روی این شاخص سرمایه گذاری میکنید و 10 سال بهش دست نمیزنید. حالا شما این $100 دیگه دارید که قراره طی این 10 سال سهام‌های این شاخص رو خرید و فروش کنید. ایشون معتقد بود که بازده شما در حالت اول بیشتر خواهد بود. و در نهایت باید بگم که این نظریه یکی از پیش
زمینه‌های نظریه بازار کارا بود که خود این نظریه پایه بسیاری از مدل‌های مالی شد. باعث یک نوع تغییر دیدگاهی در مدیریت سبد و پیدایش نگاه مدیریت پسیو و مدیریت ریسک به جای تمرکز بر استراتژی‌های شکست بازار شد و خب موارد بسیار بیشتری که در بحث ما در حال حاضر جای نداره. اما خب یک سری از مسائل و پدیده‌ها در بازار وجود داره که این نظریه توضیحی براشون نمیتونست داشته باشه. یکی از این پدیده‌ها وجود حباب‌های قیمتیه. برخلاف نظریه بازار کارا که همیشه فرض بر اینه که قیمت‌ها همواره ارزش واقعی دارایی‌ها رو حفظ می‌کنند، اما حباب‌های قیمتی نشون میدن که بازار میتونه به صورت قابل توجهی از ارزش ذاتی فاصله بگیره. یکی دیگه از این پدیده‌ها ناهنجاری‌های بازاره. طبق نظریه رندوم واک قیمت‌ها باید تصادفی باشن و هیچ الگویی برای پیشبینی وجود نداشته باشه. اما پدیده‌هایی مثل اثر مومنتوم و یا اثر ژانویه نشون میده که قیمت‌ها میتونن الگوهای تکراری داشته باشن. یکی دیگه از بزرگترین نقدها به این نظریه بحث اینه که فرض میشه تمامی سرمایه‌گذاران به صورت منطقی عمل میکنن و کاملا تاثیر روانشناسی معامله‌گر داره نادیده گرفته میشه. مورد بعدی بحث بازدهی صندوق‌های مدیریت اکتیو. اگه نظریه بازار کارا همواره درست باشه، نباید هیچ صندوقی با مدیریت اکتیو بتونه به صورت مداوم بازار رو شکست بده، که اما خب موفقیت برخی از صندوق‌ها خلاف این موضوع رو نشون میده. اما در نهایت نوسانات خوشه‌ای، این یکی از مهمترین چالش‌ها برای نظریه رندوم واکه. در این نظریه فرض میشه که نوسانات قیمت‌ها مستقل از همن، اما نوسانات خوشه‌ای نشون میده که دوره‌های با نوسان بالا معمولاً پشت سر هم میان و پس از اون دوره‌های کم نوسان میاد. این رفتار غیر تصادفی نوسانات باعث میشه که نتونیم نوسانات قیمت‌ها رو به سادگی تصادفی فرض کنیم. نوسانات خوشه‌ای به ما نشون میده که بازارها پیچیده‌تر از چیزی هستن که نظریه‌های کلاسیک مثل رندوم واک فرض میکنن. نوسانات بازار میتونن به صورت دوره‌ای و متوالی رخ بدن که این نشون میده تغییرات قیمت به شدت به رویدادهای گذشته وابسته است. این پدیده رو میتونیم در بازارهای فارکس بورس به وضوح ببینیم. حالا بیایید بیشتر در مورد اینکه نوسانات خوشه‌ای چی هستن و چه تأثیری روی بازار دارن صحبت کنیم. نوسانات خوشه‌ای پدیده‌ای در بازارهای مالیه که جناب آقای مندلبرو اولین بار اونو در مقاله‌ای در سال 1963 مطرح کرد. اون مشاهده کرد که نوسانات قیمت در بازارها به صورت دوره‌های فشرده‌ای از نوسانات بالا و پایین رخ میده. به این معنا که دوره‌هایی با نوسانات شدید متوالی‌اند و پس از اون دوره‌هایی با ثبات نسبی به وجود میان. این مشاهده پایه‌ای برای فهم بهتر نوسانات در بازار شد. بعدها رابرت انگل برای مدل سازی دقیق‌تر این پدیده مدل‌های آرچوگارچ رو معرفی کرد. این مدل‌ها نشون دادن که نوسانات به صورت خودمتکی و خوشه‌ای در بازارهای مالی رخ میده. به بیان دیگه وقتی نوسانات در بازار زیاد میشه تمایل داره که برای مدتی ادامه پیدا کنه و دوره‌های با نوسان پایین نیز معمولاً برای مدتی پایدار باقی میمونه. به صورت کلی نوسانات خوشه یعنی تغییرات قیمت به صورت دسته‌ای و متوالی رخ میده. دوره‌های پرنوسان پشت سر هم میان و سپس دوره‌های با نوسان پایین‌تر جایگزین میشن. مهمترین نکته اینه که نوسانات خوشه‌ای به صورت فرکتالیه و در تمامی تایم فریم‌ها این پدیده قابل مشاهده است. اما اصلا چرا وارد این بحث شدیم؟ خب ببینید، موضوع میزان نوسانات زمینه‌ساز بسیاری از روش‌های تحلیل تکنیکال بوده که بعد از به وجود آمدن این روش‌ها دیگه بهش توجه نشده. یعنی چی؟ یعنی تمام الگوها، ستاپ‌های معاملاتی، شکست‌ها و اعتبار بسیار بالاتری دارند در زمانی که حجم بالاتری در بازار معامله بشه. این حجم بالاتر ترجمه میشه به چی؟ به نوسانات بالاتر. در نتیجه در نوسانات بالاتر ما نتایج شبیه‌تری به تئوری الگوها و ستاپ‌ها میتونیم از بازار دریافت کنیم. خب حالا این چه ربطی به نوسانات خوشه‌ای داره؟
مطابق نوسانات خوشه‌ای ما متوجه شدیم که نوسانات به صورت دسته‌ای با هم کاهش و افزایش پیدا میکنن. یعنی ما با کمک این پدیده میتونیم به دنبال اون بازه زمانی باشیم که در اون نوسانات بالاتر هست و از همه مهمتر دوری کنیم از بازه‌ای که کاهش نوسانات رو داریم. ببینید ما توی چارت فقط داریم به دنبال یک سری از ستاپ ها میگردیم بدون اینکه بتونیم اعتبارش رو بسنجیم. حتی توی بک تست ها هم میزان نوسانات اون نماد رو هنگام ورود به معامله بررسی نمی کنیم. یکی از راحت ترین راه های این موضوع که جدیداً داریم میبینیم در نظر گرفتن ساعات خاصی برای معاملات در نمادهای مختلف هستش. چرا میگم یکی از راه ها؟ چون محاسبه و سنجش میزان نوسانات صرفاً به ساعت سشن ها مرتبط نیست. به خیلی از عوامل دیگر وابسته است و روش های محاسبه خودش رو داره. اما راحت ترین روشی که معمولاً هم نتیجه قابل قبولی به همراه داره مشخص کردن یک زمان مشخص برای ورود به معاملات و شناسایی ستاپ ها در اون بازه زمانیه. مثلا همین استراتژی سیلور بولت مایکل چیزی جز FVG نیست، اما اومده صرفاً یک بازه زمانی مشخص براش تعیین کرده. این اتفاق برای دیگر ستاپ های شما نیز باید بیفته. باید توی بک تست هاتون این رو شناسایی کنید. ستاپتون در چه بازه زمانی، در چه نمادی بهتر شکل گرفته، بهتر نتیجه داده. در قسمت بعدی من اومدم یک مطالعه انجام دادم بر روی دیتای معامله‌گران مجموعه که اگر در جزئیات بخوایم وارد شیم نمیشد بتونم مثالی رو براتون بزنم، اما به صورت کلی این مطالعه میتونه براتون مفید باشه. خب در این بخش من اومدم جامعه آماریمو و تمامی حساب‌هایی که $10,000 بودند و فقط بر روی نماد یورو دلار معامله انجام داده بودن قرار دادم. بعد اومدم از این اکانت‌ها حساب‌هایی که پاس شده بودن و فیل شده بودن رو از هم تفکیک کردم. حالا اومدم بررسی کردم معاملات گروه فیل شده و گروه پاس شده در چه ساعاتی بوده، یعنی چند درصد معاملات انجام شده از هر گروه نقطه ورودشون در چه ساعتی بوده. اون دوتا نمودار سمت راست این رو به تفکیک داره نشون میده. هر دو گروه ورودشون به معاملات اکثرا در بازه 8 صبح الی 10 صبح، 14 الی 18 بعد از ظهر بوده، اما یک تفاوتی با هم دارن که گروهی که حسابشون پاس شده در تمرکز تعداد معاملاتشون در بازه 14 الی 18 بیشتر از گروه حسابای فیل شده بوده. اما خب این که فقط بخوایم تعداد معاملات در ساعات مشخص رو به عنوان شاخص در نظر بگیریم مقداری ساده انگارانه است. برای همین باید بررسی کنیم که این موضوع بر روی وین ریت چه تأثیری داشته. حالا بریم جلوتر. خب در این بخش اومدم محاسبه کردم که وین ریت معاملات در هر ساعت، منظورم فقط زمان ورود به معامله است، وین ریت معاملات در هر ساعت چقدره. نتیجه خیلی جالب بود که هر دو گروه از ساعت 14 الی 20 وین ریتشون به صورت میانگین بالاتر از دیگر ساعت ها بوده. یعنی حتی گروهی که حسابهاشون هم فیل شده معاملاتشون در ساعات بعد از ظهر وین ریت بالاتری داشته، اما به این موضوع بی توجه بودن و تمرکز تعداد معاملاتشون در این بازه نبوده. یعنی فقط با انتخاب ساعت درست برای ورود به بازار میتونستن به صورت میانگین حدود 5% وین ریتشون رو بالا ببرن که خیلی عدد بزرگیه. خب در این اسلاید هم مجددا مقایسه وین ریت هر دو گروه رو در یک نمودار براتون آوردم. قاعدتا وین ریت گروهی که پاس شدن به دلیل بسیاری از موارد بالاتر بوده، اما میبینیم که هر دو گروه در ساعاتی افزایش وین ریت داشتند که واقعا قابل تحمله. در نمودار سمت راست هم نمودار آبی رنگ نمودار نوسانات یورو به دلار در ساعات مختلفه که تا حدودی مطابق رفتار معامله‌گران موفق هستش که در اون ساعت ورودهای بیشتری به معاملات انجام دادن که البته اگر به این موضوع آگاه باشن میتونن عملکرد بسیار بهتری هم به جا بذارن. بنده سعی کردم خیلی کوتاه این موضوع مهم رو خدمتتون توضیح بدم. سعی کنید موضوع میزان نوسانات رو در بک تست ها و تمارینتون دخیل کنید و ازش بهره ببرید. خب من امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ممنون میشم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلامت و پربرکت باشید. خدا نگهدارتون.